بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. یکی از دوستا سوال کردن در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها. خب من نظر من در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها این است که عایشه صدیقه رضی الله عنها کسی هست که همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و اختیاری از این که به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شد که در خواب خود دیدن تصویر از آمد که امرای از ازدواج بکنن و رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین مادر ما و مادر همه مؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها ازدواج کرد. عایشه صدیقه رضی الله عنها صفات بسیار عالی داشت. از صفات عالی ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها یکی هی هست که این همسر پاکترین مخلوقات جهان هست، همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و ایره اهل سنت و الجماعت عقیده دارن که طیبه بنت طیب هست، هم خودش و هم پدرش، و با نص قرآن مادر همه ما و شما هست. و ازواجه امهاتهم، همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم مادر مؤمنین است. هر کسی که مؤمن هست، عایشه صدیقه و دیگر همسرای رسول الله صلی الله علیه و سلم مادرانشان هستند و مادر ما هست رضی الله عنها. در قسمت فهم قرآن عظیم شان و در قسمت فهم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و در قسمت فهم دین از علمای بزرگ در عصر صحابه هست. یعنی در عصر صحابه حافظ قرآن، فقیه و در جمله کسایی هست که بسیار احادیث زیادی را روایت کرده، در جمله مکثرین حدیث است. استاد همه ما ام المؤمنین عایشه صدیقه هست و ما اعتراف میکنم به علم ازی و به فهم ازی و به این که او استاد ما هست. چرا وقتی که من صحیح البخاری را میخوانم، اقوال از عن ام المؤمنین عن عایشه رضی الله عنها احادیث میه، نصف دین بر ما ای رسانده هست، نصف دین. یعنی بسیاری از صحابه که رسول الله صلی الله علیه و سلم روز میبودن، ولی که وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم به منزل خود میامد، تمام احادیثی که در این راستا هست در منزل خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده. یا انس رضی الله تعالی عنه ذکر کرده چون در خانهش خدمت میکرد و در منزلش بسیاری احادیث ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها بیان کرده است. بناءً از مکثرین حدیث است، استاد حدیث ما هست. از قرآن شناسای هست که از همه ما که در قرآن بهتر میفهمید. از جمله سلف صالح هست. سلف کی هست؟ صحابه هست، تابعین هست و تبع تابعین هست. و ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها صحابی هست، صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها کسی هست که آیات قرآن برش نازل شده هست. 14 آیات قرآن در سوره نور در شأن و در پاکی ازی نازل شده هست و برش جنت وعده داده شده هست. و کسی که عایشه صدیقه رضی الله عنها را دشنام بته یا زشت بگویه، این انسان حتی به کفر مبتلا میشه. چرا که در پاکی ازی بغیر از منافقین شک نداره و در علم هزی هم بغیر از منافقین شک نمیکنه و در ای که حدیث شناس بود و قرآن شناس بود و احادیث زیادی روایت کرده
و در فهم از او و فقیه دین که صحابه پیشش میرفتن از این پرسان میکردن، به غیر از منافقین کسی دیگه شک نمیکنه. ما به علمش، به قرآن شناسیش، به حدیث شناسیش، به فقیه بودنش، به عالم بودنش، با سلف بودنش، با شخصیت عالیش و به ای که مادر ما هست رضی الله عنها و رضی الله عن جمیع امهات المؤمنین و رضی الله عن جمیع الصحابة والتابعین رضوان الله تعالی اجمعین و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.